سلام ارادت، سعید هستم از کانال یوتیوب زندگی در لندن. اینجا رادیو پارس پلاس یوکی و مهمترین خبرهای هفته پیش رو مرور می‌کنیم. این اخبار رو همه روزه میتونید در کانال پارس پلاس یوکی دنبال کنید. لینک کانال تو دیسکریپشن موجوده. خلاصه مهمترین خبرهای هفته گذشته. تا قبل از اون تبریک میگم سال نو میلادی جدید رو و امروز آخرین روز از سال 2024. براتون آرزوی روزهای خیلی خوب رو دارم برای سال آینده. اما خلاصه اخبار: لیستی از 10 تا شغلی که به صورت کارگری در انگلستان و در لندن مرسومه آورده شده در اولین خبر. اما سرقت کابلای برق رو داریم به صورت گسترده. یه مرکز دیدنی. خبر بعد: اداره مالیات گمرک بریتانیا هشدار داده به کسایی که بالای 20,000 پوند دارن که در مشروع اخبار میخونیم یه موتور درست شده با سوخت نیتروژن که میگن سالهای بعد میاد 700 برابر بیشتر از سوخت هیدروژنی قدرت داره. اداره مالیات هم که باز اومده یه چیزی رو گفته که اینم میخونیم. اما رفتن توی آب در سرمای زیاد مرسومه. یه مرکز دیدنی دیگه در انگلستان. تعداد 450 نفر در روز کریسمس وارد انگلستان شدن. یه مدت طولانی بوده ظاهرا کسی نمی اومده. میگن 2/3 مستاجرها پرداخت اجاره ماه رو ندارن بدن، مشکل دارن. اینم که غذای وعده رایگان به بچه ها میدن، به اونایی که پول نداشتن ثبت نام نکردن خودشون ثبت نام کردن و مجانی بهشون میدن. در باکسینگ دی میگه 3.7 میلیارد پوند انتظار دارن که خرید بکنن مردم. 1/5 کسایی که از اتوبوس استفاده میکنن میگن نقلیه عمومی انگلستان خوب نیست. اینم که سعید توسی انگلستان. و مرکز دیدنی دیگه ای رو داریم. این آقا هم که تصویرش رو دیدیم حکم زندانش اومد. اورژانس‌های بیمارستان هم که حسابی سرشون شلوغ و درگیرن. بیماری جدیدی که اومده همه رو درگیر کرده. پیشبینی برف و باران در انگلستان. نارضایتی از ناهارهای طولانی موقع کار سبب تولید این خبر شد. مشروع اخبار. بریم سراغ اولین خبر. خب تو این خبر میگه ناهارهای طولانی یه زمانی جزو پرشور هنگام کار بوده. ظاهرا اینجا هم حسابی وقت میذاشتن، یعنی بیشتر از ما، البته بعید میدونم بیشتر از ما بخوان وقت بذارن موقع کار کردن. ولی خب گفته که برخی معتقدند بریتانیا در این زمینه به سمت الگوی آمریکایی حرکت خواهد کرد. قوانین سختگیرانه و افزایش فشار برای بهره‌وری باعث کاهش این نوع تعاملات غیر رسمی شده. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تغییرات بریتانیا را به سمت الگوی شبیه فرهنگ کاری آمریکا سوق می‌دهد. و یه پینوشتی هم ما داریم که حالا وقت ناهار ما رو ندیدن. ناهار هیچ، نماز و بعدش هم که چرت بعد از نماز بعضیا. یعنی بیان توی ایران وضعیت کاری بعضیا رو ببینن چی میگن. خب پیشبینی بارش برف در شب سال نو در لندن و سایر نقاط انگلیس. خبر بعدی: نیمی از بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها در بریتانیا با ظرفیت کامل و حتی بیشتر از آن در حال فعالیتند. یه بیماری اومده هشدار داده که تحت فشار شدید ناشی از موارد آنفولانزای فصلی و ترکیبی از بیماری‌های تنفسی، نوروویروس و سایر عفونت‌ها هستند که به آن 4 دمی گفته می‌شود. حالا اگه اشتباه نخونم. خب این خبر خیلی جالبه. این فیلمو دیدید دیگه حتما، هممون دیدیم. بریان اسپنسر، این آقایی که 2 آجر میخوره تو سرش، یه آجرم میخوره. ایشون رو محکومش میکنن. بذارید بخونم. این آشوب ها که در 30 جولای در شهر ساحلی ساوثپورت و به دنبال مرگ 3 دختر جوان رخ داد، بریان اسپنسر را در مرکز توجه قرار داد. در ویدئویی که صدها هزار بار دیده شد، این صحنه توسط کاربران به عنوان کارمای فوری توصیف شده که 2 آجر رفت در واقع به پلیسا بگه که شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید، من این طرف هستم. یه بار دیگه ببینید میاد اینجا تا کمرشو میخواد تکون بده، 2 آجر از این ور اونور میخوره تا بدبخت سرشو بگیره تهش هم میخوره. خلاصه ایشون رو به 3 سال، بذارید بخونم، به 2 سال و 6 ماه زندان محکومش کردن که شما چرا شورش کردید. خب اینم که موزه آلدرلی ایج، میتونید برید آدرسش رو از توی کانال پارس پلاس یوکی استخراج کنید. اما یه اسقف اعظم یورک، استفان کاترل،
که قرار ماه آینده رهبری کلیسای انگلستان رو به عهده بگیره، در موعظه کریسمس خود خواستار اصلاحات اساسی شد. این درخواست در شرایطی مطرح شد که کلیسا به دلیل مدیریت نامناسب پرونده‌های سوء استفاده جنسی با انتقادات زیادی مواجه شده که یه آقایی هم ظاهراً سوء استفاده جنسی می‌کرده و بازم بر سر کارش بوده. این با حال یک گزارش جدید نشان می‌دهد که بیش از 1 نفر از هر 5 نفر در بریتانیا به دلیل شرایط نامناسب ایستگاه‌های اتوبوس از استفاده از این وسیله نقلیه عمومی صرف نظر می‌کنند. خب می‌دونیم دیگه بعضی از ایستگاه اتوبوس حتی سقف هم نداره. حالا توی اینجا بازی سقفی هست، بعضی جاها فقط یه تیر علمک مثل این میزنن و مردم بایستی منتظر اتوبوس باشن. حالا اینجا هم که همش بارون میاد و گفتن ما به خاطر اینکه شرایط اینجوریه از ایستگاه استفاده نمی کنیم. تو این خبر اومده 400,000 ایستگاه اتوبوس در بریتانیا وجود داره. خب انتظار میره خرید آنلاین در روز باکسینگ دی انگلستان 3.7 میلیارد پوند برسه. اما اجرای طرح جدید ثبت نام خودکار برای وعده‌های غذایی رایگان مدارس در انگلستان باعث شده است که 20,000 کودک بیشتر از این خدمات بهره مند شوند. علتش هم اینه که خب خانواده‌ها خیلی فقیر شدن، واقعا دیدن شرایط غذایی خوب نیست، گفتن حداقل به بچه‌هاشون تو مدرسه غذا بدیم. باز یه نظرسنجی دیگه که میگه تقریباً 2/3 مستاجران شاغل در انگلستان برای پرداخت اجاره خود با مشکل روبرو هستن. اینقدر اجاره خونه گرون شد و دستمزد رو کم کردن، تعطیلی و اینجور چیزا باعث شده که بنده خداها کم بیارن. این آمار در حالی منتشر می شود که گروهی از شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و خیریه‌ها از وزیر خزانه‌داری بریتانیا خواستند بودجه چند میلیارد پوندی برای ساخت مسکن اجتماعی در نظر بگیرند. آنها تاکید دارند که ساخت 90,000 واحد مسکونی اجتماعی در سال با هزینه معادل 11.5 میلیارد پوند می‌تواند با کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره خصوصی و کنترل افزایش قیمت‌ها کمک کند. حالا تا این خونه‌ها رو بسازن و بخوان تحویل بدن، خدا می‌دونه چند نفر بدبخت شدن. طبق آمار وزارت کشور بریتانیا، بیش از 450 نفر در روز کریسمس با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند. این آمار نشان می‌دهد که در 25 دسامبر 451 مهاجر در 11 قایق به خاک بریتانیا رسیدند. آخرین بار ورود قایق‌های حامل مهاجران به تاریخ 14 دسامبر باز می‌گردد، زمانی که حدود 160 نفر با 3 قایق وارد شدند. یعنی توی این مدت یه چند روزی نفس کشیدن و کسی جدید وارد نشده. حالا امیدوارم که مشکل همه برطرف بشه دیگه، اصلا لازم نباشه اینقدر مهاجرت بکنه. اما خبر جالبی، گروهی از شناگران شجاع در روز کریسمس با لباس‌های فانتزی از جمله بوقلمون و شوالیه‌های قدیمی در آب‌های آزاد انگلستان شنا کردند. مسابقه سنتی در لندن که از سال 1864 به صورت مداوم برگزار می شود به عنوان قدیمی ترین رقابت شنای جهان شناخته می شود و از سال 1903 به نام جان پیتر پن اگه اشتباه نکنم با اهدای این عنوان توسط نویسنده جی امبری شناخته شده. دمای سطح آب در این روز بین 8 تا 11 درجه سانتیگراد بود. واقعا من نمیدونستم که قدیمی ترین مسابقه شناس که البته فیلماش هست، میتونید برید بزنید ببینید، خیلی جالبه. تو این سرما از هر سنی هم هست. اداره مالیات بریتانیا اعلام کرده که افرادی که از حساب بازنشستگی خود مبلغی را به صورت معاف از مالیات برداشت میکنند نمیتوانند این اقدام را لغو کنند. این تصمیم دائمی است و پس از برداشت امکان بازگرداندن مبلغ یا افزایش سقف معافیت مالیاتی وجود ندارد. خب اینه که شاملشون میشه، حتما به این اخبار توجه کنید. بذارید بخونم. این هشدار در پی آن داده شده که بسیاری از افراد به دلیل نگرانی از کاهش سقف معافیت مالیاتی در بودجه جدید دولت عجله کردند و مبالغ زیادی را برداشت کردند. HMRC تاکید کرده است که این برداشت‌ها به طور دائمی روی سقف معافیت مالیاتی تاثیر میذاره. اگر تصمیم به برداشت مبلغ دارید باید دقت کنید که این کار نهایی است و نمیتوان شرایط را تغییر داد. اما یه خبر علمی بشنویم. یک موتور با سوخت نیتروژن به جهان معرفی شده که قدرت آن 700 برابر موتورهای هیدروژنی است. این فناوری نوآورانه میتواند دنیای انرژی و حمل و نقل را دگرگون کرده و استفاده از سوختهای فسیل را کاهش میده. خب این توضیحاتش دیگه نمیخونیم که وقت گرفته نشه. اما اداره مالیات دوباره چی گفته؟
اداره مالیات و گمرک بریتانیا هشدار به افرادی داده که 20,000 پوند پس‌انداز دارند. این سازمان یادآوری کرده که با نزدیک شدن به سال نو مالی محدودیت سالانه برای حساب‌های پس‌انداز را نباید فراموش کرد. طبق قوانین HMRC در هر سال مالی افراد می‌توانند تا سقف 20,000 پوند در یک حساب یا بین چند حساب مختلف پس‌انداز کنند. خب پس کسایی که توی حسابشون بالای 20,000 پونده این خبر رو جدی بگیرن و از وکیلشون مشورت بخوان. اما یک مرکز دیدنی دیگه باغ‌های چیزویک. خبر جالب، سرقت گسترده کابل‌های برق باعث ایجاد اختلال در مسیر ریلی بین پریستون و بولتون در روز یکشنبه شده. این حادثه موجب تعطیلی بخشی از خدمات ریلی در این منطقه برای انجام تعمیرات اضطراری شده. مهندسان شرکت متوجه سرقت کابل‌هایی به ارزش 100,000 پوند در این منطقه شدند. برای انجام این کار مسیر ریلی بین چورلی و بولتون در روز یکشنبه 29 دسامبر برای مدت طولانی بسته خواهد شد. چه جالب، منم نمیدونستم که اینجا هم حتی کابل میدزدن. 10 شغل با میانگین درآمد ساعتی یا سالانه در لندن در این گزارش اومده. من اینو فقط براتون خیلی سریع بخونم. کارگر ساده، کارگر ساختمانی هم کارگر ساده میانگین درآمد حدود 12 و 31 پوند. کار در رستوران 12 پوند، پیک غذا 10 پوند، آرایشگر مردانه 25,000 تا 40,000 پوند در سال. حتی بیشتر از این هم بعضیا در میارن. ممکنه که کمتر از این البته باشه. راننده وسایل نقلیه سنگین حدود 37,000 پوند در سال. کارگر انبار 10 پوند ساعتی. نظافتچی، باغبان، دستیار فروش و میکانیک خودرو هم زده هر کدوم ساعتی 10 پوند، که البته میکانیک رو من تو این آمار اینجوری نوشته قبول ندارم، چون من میکانیکای زیادی رو میشناسم که اینجا بسیار خوب دارن پول در میارن. اما صادق خان شهردار لندن به مردم هشدار داده که در آستانه نمایش آتشبازی رسمی سال نو در لندن مراقب کلاهبرداران باشید. او در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تیکت مستر تنها محل معتبر برای خرید مجدد بلیط هست. خب ظاهرا خیلی بلیط تقلبی فروختن. خب همه جای دنیا هست، اینجا مسلما بدتر از همه جا از این کار تقلبی زیاد میشه. خبر بعدی برگزاری جشن‌های فضای باز هاگمانی در ادینبرو لغو شد، زیرا پیشبینی‌ها از بارش شدید باران، برف و وزش باد در مناطق مختلف بریتانیا خبر می‌دهد. امیدوارم که مردم در امان باشند. حالا این جشن درسته که خیلی مهمه تعطیل شده، ولی امیدوارم واقعا باد و بارون اذیت نکنه مردم. یک اینفلوئنسر اینستاگرام و کلکسیونر آثار هنری به نام شفیرا هوانگ پس از سرقت 10.4 میلیون پوند جواهرات و 150,000 پوند کیف‌های دستی لوکس از عمارتش در شمال لندن جایزه‌ای به ارزش 1.5 میلیون پوند گذاشته که اگر کسی فهمید کجاست بیاد بگه و این 1.5 میلیون پوند رو ما بهش مژدگونی میدیم. خب این نمونه‌ای از وسایلی که ازش دزدیده شده. 10 میلیون پوند. آقا اون وقت میگن اینستا خوب نیست. با اینستا ببین به چه پولایی مردم میرسن. خب این بود خبرهای آخرین هفته و آخرین روز از سال 2024. براتون روزهای خوبی رو آرزومندم. اگر مفید بود برای دوستانتون ارسال بکنید. منتظر خبر هفته بعد ما باشید. تندرست باشید.